علیکم همدیاران عزیز، امروز روز 22 اکتبر سال 2020 میخواستم با شما طرز زیاد کردنی نیولهای لیمون، لایم، پانتروزا دیگر اشکالی که چی همین سیتروسایی باشه طرز زیاد کنیشه با شما من نشون میدم. من آوازی ما سال گذشته من در مایده چاو کرده بودم شدم کارش زیاد شدیم. سال من کانتینر گرفتم 60 لیتره. داخل این کانتینر آوازی ما از خاک و ترف ارالش کرده نیم میکنیم و داخل این قلمچوهایمون رو جو میکنیم. پیش از اون که قلمچوها رو ما شینانیم در اینجا، من یک شبانه روز من این قلمچوها رو من دینه بریدم، مایده کرده. یک شبانه روز در درون آب، من این آبی کرنوین داروی کرنوین از مغازه داروفروشی میخریم. برای 5 لیتره من برای او در اندازه کردن 2.5 لیتر آب تر کرده. این گریپفروت، این پانتروزا تر کرده موندم، یک شبانه روز شد. اکنون ما خاکش رو تیار میکنیم. این خاکی عادی، خاکی پارو کمتر، خاکی پاروی رستنی که من تیار کرده بودم میریزیم اینجا. از بالایش میاندازیم ترف، این کاکاسو وریخ، کاکاسو استروشکا. من اینا دینا این قاق میفروشم، من دینا اینا تر کردم، یک کم تر شفر توتم. نمیدونید چقدر بسیار شد. من آب میریزم، هم خیلی تره آب میریزم. اینا دای اینجا میاندازیم، ارالش میکنیم. نمی این کاکاس با خاک میگذاره. ارالش میکنیم. کمه 50 با 50. اگر 3 نمود خاک گیریم 30 با 30 میشه. 4 نمود خاک شود 25 با 25 میشه. همش یک خیل. من کردیم ارالش با بالوش کاکاس میپرتم برای نمک بیدن. خیلی که نشون داده من این آواش میریزه. این آوا دیگه جدا نمیکنه، خودش قپیده میسته. این کاکاسو استروشکی کنی بینیم. آنچه شده بسای اکن چیکار میکنیم. اکن هر یک قلمچه‌ای که در اینجا ما بریدیم درونی کاکاس ده جوگیر میکنیم. درونی خاک کردگی مونده. یک دو بوغم میمونیم بالا ده بس. دو بوغم میمونیم بس. دو بوغم ده بالا، دیگرش 3-4 بوغمش پایین میشه. همین دو بوغم برای ما بر کنه بس. همین خیل اگر من همه اینا نشون داده ایستم تا آخر وقت بسیار میرد. همین خیل همینا ما جو میکنیم.
خیلی همه جو میکنیم. این بولوش هم میپوشونیم. بولوش بعد هم میپوشونیم. این میشه گرمیتیچنی هوا نمیداره پرنیکووی افکت. پدکونی که میمونیم شم و این خدا خواه برگ میکنه، ریشه میگیره برگ میکنه و همینجا پوری سبز میشود. اما بعد اینا بعد میکوچونیم بعد درونی قطی چاو. خدا خواهد ساق سلامت باشیم. یک نیمو پس من روز بنامور میگیرم و با شما نشون میتیم که چخیل برگ کرده است، چخیل ریشه گرفته است. سلامت باشید.